Salamünaleyküm əziz dostlar, xoş gördük. İnsaf Əli Hidayətəm və bu günləri biraz vaxtınızı alacağım. Dostumuz Ağay Məhəmməd Kazımzadə, Kazım Məhəmmədzadə, Cənab-ı Kazım Məhəmmədzadə keçən həftə zəhmət çəkmişdilər, məni nəqd eləmişdilər diyaloqu. Mən sevərdim Türkçə olsun. Çünki daxili məsələlər Türkçə danışmaq daha yaxşıdır. Bizim düşmənimiz vardır, düşmənlərimiz bizim bəzi nüqat-ı zəfilərimizi, bəziləri bilməməlidirlər. O cümlədən bizim bir-birimizin canımıza düşməni gərək heç kəs bilməyən. Bu içəri bir dava olmalıdır və eşiyə çıxmamalıdır. Amma mən müstəqim cavab verməyəcəm, bəlkə Asif Şinasidən danışacağım və biraz elmi danışacağım, oracan ki mümkündür, nəqdilərə də geçici olaraq cavab verəcəm, oracan ki mümkündür. Farsıya məcbur olacağım yəni. سلام دوستان، یک صفحه‌ای باز کردم با نام دیالوگ و همونطور که میدونید من مجری، تهیه کننده و مدیر برنامه دیالوگ در تلویزیون آذربایجان جنوبی هستم و خیلی خوشحالم که یک چنین برنامه‌ای رو تهیه میکنم و به روی آنتن میبرم. به نظرم این برنامه یک آلترناتیوی هست در مقابل تمامی رسانه‌های دیگری که به زبان فارسی در منطقه و در دنیا پخش میشه. برای اینکه موضوعاتی که در اونجا میبرم به نظرم میاد که در اکثر مواقع یگانه هست. ممکن است جوابهای مورد نیاز هموطنان در داخل کشور رو تأمین نکنه این برنامه، ولی من به عنوان تهیه کننده، مجری و مدیر این برنامه نمیتونم سخنم رو و فکرم رو در ذهن کسایی که به برنامه مهمان میان بگذارم و اونها از طرف من حرف بزنن. مجبورم که قانون دموکراتیک رو، عرف دموکراتیک رو مراعات بکنم و نظر هر کس رو خودش بگه و مردم بشنون، چه اون نیاز اجتماعی ملل ساکن در ایران رو تأمین بکنه چه تأمین نکنه. ولی اصل مسئله در برنامه دیالوگ این هستش که بتونه یک مسئله رو به یک نگاه دیگر مطرح بکنه. شنونده بدونه، بیننده بدونه که یک نگاه دیگری هم درباره این مسئله داره مطرح میشه و آلترناتیو هست. این گروه دیالوگ به عنوان آرشیو بحث‌های دیالوگ در تلویزیون هست. برای اینکه خیلی سخت بود خود من هم بتونم بخش‌های قبلی دیالوگ رو پیدا بکنم. از حدود 1 سال خورده این بحث داره در جوناز تیوی انجام میگیره و خیلی سخت بود که بشه یک بحثی رو پیدا کرد، اون رو آورد. ولی اینجا در یک گروه میشه به راحتی
به سخنان من، به سخنان کسایی که تو برنامه‌های من شرکت کردن، به راحتی آرشیو رو به دست گرفت و نگاه کرد و پیدا کرد و گوش کرد. این از این نظر. اما در این حال دیالوگ به خاطر این که میخواد بحث‌های نوی رو، دیدگاه‌های نوی رو مطرح بکنه، نقدهای نوی رو وارد بکنه، یک بحث جنجالی هست. خب این بحث رو نمیشه در تلویزیون ادامه داد. یعنی بینندگان تلویزیون یا کسایی که میان بعدن این بحث رو، خلاصه این بحث رو میخونن که نظر شخصی من هست و اکثرا هم به شکل سوال هست، این رو میخونن، اینها جایی برای بحث نداشتن. برنامه دیالوگ امکان میده که اگر کسایی بخواهن و دسترسی داشته باشن، میتونن بیان در این صفحه بحث‌های مورد نظرشون رو انجام بدن. بعضی از دوستان میخوان نقد بکنن. نقد باید مشخص باشه. یا فردی رو داریم به عنوان یک فکر نقد میکنیم، انصاف علی هدایت رو میخوایم نقد بکنیم، میریم تو وبلاگش میخونیم، میبینیم که مثلا از سال 2006 یا 7 یا 5 یا 4 نوشته های، بخشی از نوشته های انصاف علی هدایت تو وبلاگش هست. اگر بخوایم انصاف علی هدایت را به ما و انصاف علی هدایت افکارش و اندیشه هاش و تغییر دیگرش های سیاسیش و رفتاریش رو بشناسیم، تو این دیالوگ هست. تو این وبلاگ هست، میرن اونجا انصاف علی هدایت رو میشناسن و بعد میان نقدش میکنن. خب انصاف علی هدایت مراحل مختلفی داشته. قبل از انقلاب، دوران کودکی، بعد از انقلاب، بعد از دوران جنگ، بعد از جنگ، عرضم به حضورتون قبل از روزنامه نگار شدن، بعد از روزنامه نگار شدن، بعد در دوران که در تهران بوده، در دورانی که در آذربایجان بوده، در دورانی که خارج از ایران بوده، اینها در دورانی که فدرالیسم بوده، در دورانی که استقلال طلب بوده، اینها دورانهای تکاملی و متفاوت از همی که میشه نقدش کرد و نمیشه جلوی هم گذاشت. گفت چرا شما دیروز 15 سال پیش، 10 سال پیش فدرالیست بودی، الان استقلال طلب هست؟ نمیشه گفت. متاسفانه یک سیستم تکاملی هست، نمیشه نقدش. نقد رو باید با توجه به زمان و شرایط و با توجه به تکامل فکری انجام داد و گفتش که الان انصاف علی هدایت مثلا متعدل شده یا نه. نسبت به 20 سال پیش، 28 سال پیش نظراتش چقدر تفاوت کرده؟ آیا در و ارتجاع رو هم باید معنا کرد که ارتجاع چیست؟ آیا انصاف علی هدایت برگشته به دوران پادشاهی، میخواد پادشاهی باشه، یا داره الان از نظر سیاسی بالاترین بحث سیاسی رو انجام میده و اون خلق یک کشور جدیدی هست در عرصه سیاست بین الملل؟ برای اینکه شما وقتی وارد عرصه سیاست میشید، دو شخصیت، دو فرد جداگانه هستید. یکی به عنوان یک فعال سیاسی، یکی به عنوان یک پدر یا مادر یا هر چی که هستید، یک خانواده. ما وارد عرصه خانواده نمیشیم برای اینکه اونجا خانه بخش خصوصیات افراد هست، ولی وارد بحث شخصیت آدم میتونیم بشیم، رفتار آدم میتونیم بشیم، بگیم که چه خیانت‌هایی میکنه یا چه خیانت‌هایی نمیکنه. این از این. اما باید بحث مشخص باشه که کدوم دوران رو بحث میکنیم. خب در مورد خانواده هم گفتم اصلا نباید بحث کرد، این یه چیزی دیگه. یکی هستش باید بحث مشخص بشه. میخوام بگم یه وقتم هستش که میخوایم روی یک برنامه‌ای به نام دیالوگ بحث بکنیم که آقا این برنامه‌ای که در تلویزیون هست به مردم میرسه نمیرسه، مردم این صدا رو میشنون، اصلا این موضوع ها رو گوش میکنن گوش نمیکنن، چجوری به این آمار و ارقام دست را یافتیم. اینها هم یک بحث دیگریه که این خودش یک موضوعه. خود ما در جوناس تیوی روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت دیگر، 1.5 ساعت دیگر
معمولا حالا یه مدتی هست الان این بحث رو متوقف کردیم، ولی روزهای دوشنبه جلسه داخلی کارکنان و فعالان حرکت این تلویزیون هست برای نقد برنامه ها، برای نقد افکار، برای نقد افراد. خود ما در داخل مشکلات دیالوگ رو بیش از شمایی که مطرح کردید میدونیم، ولی امکانمون در همین حد هستش. و برعکس گفتار شما که فکر میکنید برای دیالوگ 10 نفر کار میکنن، نه آقا جان، دیالوگ 1 نفر کارمند داره و اون همه کاره این برنامه هم و از طریق اسکایپ وارد تلویزیون میشم. توی اسکایپ هم یک مسئول فنی داریم که این رو یک مسئول فنی داریم، نه صدا بردار داریم، نه نورپرداز داریم، هیچی نداریم. میخواید نشون بدم اینم نورپردازی من بکنیم دوستان. اینجا بخش استودیوی من هست، این هم نورافکنهامه، این هم اگه قرمزه رو بتونم، اونم پنجره اتاقمه، اینم پرده‌ایه که شما معمولا در تلویزیون نمیبینید چون روش، این هم میز کار منه. خب در نتیجه نه خیر، نه اون حقوقهای 8000 تومانی رو داریم، 8000 دلاری رو داریم. بله من یک زمانی در رادیو اروپای آزاد، رادیو فردا کار میکردم. اونجا حقوقها 8000 دلار، 9000 دلار، 10000 دلار به اضافه حقوق خونه هست، ولی ما در فیناس تیوی واقعا با حداقل حقوق کار میکنیم. یعنی اگر اینجوری بگم، اگر کسایی که در فیناس تیوی کار میکنن عشق وطن، ملت، زبان، منافع ملی رو نداشتن، میتونستن برن جای دیگه کار دیگری انجام بدن. از مدیریت تلویزیون گرفته تا منی که در سطح پایین این تلویزیون هستم. نشون دادم دوست من فکر نکنن که برنامه دیالوگ 10 محقق داره. نه، محققش هم من هستم، مجریش هم من هستم. مهمانان رو من باید دعوت بکنم، من باید هماهنگی بکنم، نور رو باید خودم درست بکنم، دوربین رو خودم باید تنظیم بکنم، پرده ها رو خودم باید بندازم، برنامه رو خودم باید بنویسم، هماهنگی ها باید از طریق خودم انجام بشه. تمامی کارهای دیالوگ به عنوان یک تیمی که در بیرون دیده میشه خود من هستم. خب پس فکر نکنید که فیناس تیوی یک سیستم عجیبی داره. نه خیر، فیناس تیوی مجموعه خیلی کوچیکی هست، خیلی کوچیکه، و از نظر مالی هم بسیار چجوری میگن در اقتصاد، یک انقباضی، یک بودجه انقباضی داره. یعنی خیلی محدود که با اون این برنامه ها رو تهیه میکنه. طبیعتا ما هم خیلی دوست داریم، فیناس هم خیلی دوست داره که بتونه فیلم بسازه، سریال بسازه، برنامه های بسیار متنوعی بسازه، مهمون بیاره، نمیدونم استودیو بزرگ داشته باشه، بتونه برنامه رو از قبل ضبط بکنه، زنده نباشه. برنامه های ما علتش این که از قبل نمیشه برای اینکه پرسنل نداره. مجبور هستیم که این رو، من نمیدونم، ببینید دوست من وقتی داره تحلیل نقد میکنه، نمیدونم من رو نقد میکنه، افکار من رو نقد میکنه، دیالوگ رو نقد میکنه، گروه رو نقد میکنه، تیوی رو نقد میکنه، مدیر تلویزیون رو نقد میکنه، برنامه‌های تلویزیون رو نقد میکنه، وبسایت تلویزیون رو نقد میکنه. من چون خیلی چیزها رو به هم قاطی میکنه نمیشه. میتونستید، هر کسی میتونه، حق داره بیاد روی یک برنامه، روی همه برنامه ها، روی کارکنان، روی فیناس تیوی بحث بکنه. این هیچ مسئله ای نیست و خیلی خوشحال میشیم. من به عنوان مجری یک از این برنامه ها واقعا خیلی خوشحال میشم که دوستان بیان نقد بکنن، ولی نقد رو متمرکز روی یک موضوع بکنید که علمی هم جلو برید. به این شایبه پیش نیاد که شما یک نوع دشمنی با یک فرد یا یک سیستم دارید.
من کاری ندارم که این نقد رو دیگران هم نمی‌کنن شما هم مثل آن عمل میکنید یا بکنید. نه، من کاری به این ندارم. من میگم که روش علمی نقد چی هست. روش علمی نقد اینه که یک برنامه یا یک گروه از برنامه‌ها رو یا یک بخش از افکار رو میذاره کنار هم میگه چرا ما نباید مهمان‌های مختلف رو دعوت بکنیم؟ ببینید دوستان، وقتی میان حمله میکنن به دیالوگ، به من یا به کیناس تیوی، میگن که این تلویزیون تنها تلویزیون آذربایجان جنوبی هست که به ترکی هست، چرا شما این رو به فارسی اجرا میکنید و اون هم چرا میرید طیف‌های مختلف فکری، مثلا از جناب دکتر هوشنگ امیراحمدی که با ایران یه سر و سری داره، از اون گرفته تا آقای کرمی که یک افراطی هست، با یک کمونیست که فلان کس هست، با یک فلان، چرا اینها رو میارید برنامه؟ دیالوگ اصلا همین. دیالوگ یعنی این که بتونید ظرفیت این رو داشته باشید که ببینید در اطراف شما چه گروه‌های فکری، رفتاری، سیاسی، ببخشید گروه نگم، چه افکار، چه کدام دسته های فکری، اندیشه‌ای، رفتار سیاسی وجود داره، اونها رو بشناسید و بدونید که رقبای شما کیا هستن، مخالفان شما کیا هستن، اونایی که فاشیست هستن کیا هستن، اونایی که دموکرات هستن کیا هستن، اونایی که به حقوق بشر و حقوق ملی احترام میذارن کیا هستن، اونایی که، یعنی شما مادامی که شما نه، هر کسی مادامی که نشناسه در جامعه و در اطرافش چه فکرهایی هستش، چطور میتونه استراتژی ملی بریزه؟ ما اگر ادعایی داریم که میخوایم در ایران یک فکری رو راه بندازیم، یک سیستمی رو تغییر بدیم، باید مجموعه سیستم های فکری دیگر در ایران رو بشناسیم، ببینیم که نسبت به سیستم فکری سیاسی ما چه عکس العمل هایی دارن، آیا میشه بین اینها به نفع خودمون یک اتحاد برقرار کرد، یا یه رفتارهایی بکنیم که اتحاد اونها بیشتر بشه یا شکاف در بین اونها بیشتر بشه. خب این یک رفتار سیاسیه. کسی که این رو نشناسه، ندونه که دشمن کی هست یا دشمنان که دشمنان از چه گروه‌های فکری سیاسی یا منافعی تشکیل شده اند، نمیتونه مبارزه کنه. اول باید دشمن رو شناخت، دشمنان رو شناخت، منافع دشمنان رو شناخت، بعد شکاف‌های احتمالی بین دشمنان رو شناخت و بعد شناخت که چطور میشه وارد اینها شد، چطور میشه اینها رو اصلا جدا کرد، چطور میشه اینها رو کنار هم آورد. دیالوگ یک برنامه است در تلویزیون، دامنه این به این گروه در فیسبوک میرسه. حالا دوستمون اومده گفته که تلویزیون چون بیننده نداره، این گروه رو من ترکیب دادم که یه 2000 نفر بیان رو فیسبوک انصاف علیه هدایت رو گروه تیک بکنن. وقتی این تیک کردن، اون وقت آمار بینندگان تلویزیون من میره بالا یا آمار کلا طرفداران این برنامه میره بالا، من میتونم در اونجا کار بکنم. دوست من، مدیر تلویزیون به اندازه باهوش و زرنگستش بین فرق بین برنامه و صفحه فیسبوک من رو بفهم و میفهم، ولی شما متوجه نمیشید متاسفانه که فیسبوک من، فیسبوک انصاف علیه هدایت هست، ربطی به برنامه نداره و نمیشه این برنامه رو اونجا گذاشت، ولی میشه بحث رو اینجا ادامه داد. مثلا شما وقتی به اسم ایران میرسید، به کلمه ایران میرسید، ایران میگید، یعنی حرفها رو از هم مقطع میکنید، برای اینکه نمیتونید نظر سیاسیتون رو مستقیما بگید من مخالف ایران هستم، من میخوام ایران تجزیه بشه به چند کشور مستقل دیگر. نمیتونید این رو بگید، علنا میترسید. ولی همین کسی که داری انتقاد میکنی برنامه میذاره که شما نمیتونی حتی بخونی، یه کامنت هم نمیتونی بذاری، چون احساس امنیت نمیکنی. این دیالوگه. وقتی سخن هفته بعد من اینه که چطور میشه ایران رو، نیروهای مسلح ایران رو خلع سلاح کرد، این یک دیالوگه.
یک موجی که میسازیم در جامعه راه میفته. این فکر حداقل تا الان هم اگه در میان ایرانی ها نبوده که میشه ایران رو خلع اصلاح کرد و این ملت بهتر زندگی میکنه، موفقتر زندگی میکنه، تهدیدی برای ملل منطقه نمیشه، نمیتونه آزادی های فکری، حرکت های استقلال طلبانه در منطقه رو سرکوب بکنه، نمیتونه امپراتوری فارسیسم رو بسازه، اون وقت متوجه میشید که آلترناتیو هست این برنامه فکرهای نوعی رو میخواد بسازه. اگرچه چون تا الان هیچ کس در ایران به فکر خلع اصلاح کامل نیروهای مسلح ایران نبوده، در نتیجه مجموعه براینده از این برنامه هم مورد انتظار هیچ کس نخواهد بود، برای اینکه اولین بار داره مطرح میشه. وقتی که در این برنامه ما میایم میگیم که آقا واژه ها و تک تک کلمه هایی که در زبان فارسی وجود داره پر است از داخلشون، مثل بادکنکی هر کلمه که داخلش رو به جای پر کردن با هوا با یک نوع گاز سمی نجات پرستانه پر کرده اند، هیچ کس تو برنامه نمیتونه این رو درک بکنه بفهمه، برای اینکه این بحث اصلا تازه است. پس دیالوگ، من از دوستان خواهش میکنم اگر میخواهید نقد بکنید بیاید متمرکز بشید یا روی انصاف علی هدایت، روی برنامه دیالوگ، روی موضوعهای دیالوگ، نه روی مهمانان دیالوگ. به هر حال بنا به مقتضیات بین المللی و سیاسی و تاریخی ایران، ما در یک مقطع زمانی و تاریخی قرار گرفتیم که اون منطقه خاورمیانه آبستن یک زایمان هست، آبستن یک تولدی دوباره هست. و در گوناس تیوی مجموعه این تیم و رهبر این تیم، مدیر این تیم تصمیم گرفتن که برای تأمین منافع ملی آذربایجان و ترکان در ایران یک چنین دیالوگی رو بین همه گروه ها برقرار بکنن که شما میتونید فکر بکنید که چراییش رو میتونید فکر بکنید و پیدا بکنید که چرا این برنامه رو به این شکل طراحی کردن، چه اهدافی داره، چرا مهمانان بسیار متضادی رو کنار هم می‌نشونه که بعضی از مهمانان بعد برنامه یا در دل برنامه میگن آقا ما رو دیگه از این بعد با فلان کس نیاد. این نشون میده که توانایی و ظرفیت دموکراتیک ایرانیان در چه حدیه. وقتی در برنامه موضوع برنامه این هستش که ایرانی ها دموکرات نیستن، چرا ایران نمیتونه دموکراتیک باشه؟ آیا ایران قابلیت همراهی با دموکراسی جهانی رو داره؟ آیا ایرانیان میتونن حقوق بشر رو مراعات بکنن؟ چرا حقوق بشر در ایران یک جانبه هست و بحثایی از این قبیل؟ این نشون میده که ما چه چیزی رو دنبال میکنیم. ما میخوایم یه تغییر اساسی در فکر و رفتار ایرانیان از هر گروه و نژاد برسونیم که آقا استقلال خواهان هم یک دسته از این ملل هستند، از این ملل ساکن در ایران هستند که حق و حقوقی دارن. یکی از اونها اینه که افکارشون، اندیشهشون اینه که باید یک کشور مستقل تشکیل بدن. شما اگر دموکراتیک و حقوق بشری و انسان هستید و به حقوق انسان‌ها احترام می‌گذارید، باید به رسمیت بشناسید که حقوق بشر، استقلال خواستن یک حق طبیعی افراد هست، از نظر فکری حداقل. حالا اگه برگردیم، میگم بحثا رو اگه قاطی نکنیم خیلی راحت‌تر پیش می‌رفتیم. کاش مثلا این حرکت رو دوستمون متمرکز می‌رفت تا من هم متمرکز میتونستم پیش برم. به نظر من حجم حرکت ملی، حالا از اون قسمت میام بیرون، یک بحث دیگر رو مطرح میکنم برای یک موضوع دیگر. به نظر من 20 سال پیش، 25 سال پیش، سال 1370 71
حتی ببخشید سال 1956 57 58 حرکت ملی در آذربایجان بسیار بسیار گسترده تر بود که از اون به عنوان حرکت آیت الله شریعت مداری یاد میشه. خیلی خیلی گسترده بود. در تبریز، در ایران چندین، خود در آذربایجان چندین میلیون ترک جزو این حرکت بودن و به طور رسمی فرم پر کرده بودن، یعنی جزو حزب شده بودن، حزب آیت الله شریعت مداری. وقتی جنگ ایجاد شد، وقتی به آیت الله شریعت مداری حمله شد، وقتی آذربایجان در محاصره کامل قرار گرفت و اشغال نظامی شد، تهدید نظامی، اشغال نظامی شد و سیاست کلی رژیم با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، آذربایجان و آذربایجانی و ترک رو نشان داد. برای اینکه از اون روز، یعنی از قبل از انقلاب تا الان، تنها نیرویی که اپوزیسیون واقعی هست، تنها نیرویی که واقعا طرفدار تغییر در ایران هست و ضد ولایت فقیه هست و با دیکتاتوری فردی در حکومت، رهبری دائمی، چه به شکل شاه چه به شکل ملا مخالفت میکنه، آذربایجان هست. ولی وقتی جنگ رو ایجاد کردن، اون اعدام ها رو هم در زمان جنگ ادامه دادن، خود رژیم هم علیه عراق اعلام جنگ کرد چون میخواست انقلاب رو صادر بکنه. این حرکت رفت تو، به خاطر اینکه دیگه یک وضعیت نظامی حاکم شد در حقیقت در ایران، این حرکت رفت به استراحت، به کما، به خواب زمستانی. از سال 1370 این حرکت یواش یواش شروع کرد به حرکت کردن، اومد بالا. در همون سالها وقتی آذربایجان شمالی استقلال خودش رو گرفت و ارمنستان بعد به قره باغ حمله کرد و اونجا رو اشغال کرد، وقتی در تهران یک راهپیمایی از طرف فعالان ملی گذاشته شد که هنوز در اون زمان چهرگانی جزو طیف دکتر چهرگانی جزو طیف فعالان ملی نبود، یا اگر هم بود بسیار ضعیف عمل می‌کرد، در اون مقطع تاریخی 300 نفر نبودیم. من هم یکی از اونها بودم، تنها خبرنگاری هم بودم که از این رفتن جلوی در تهران پارک دانشجو، اونجا سفارت ارمنستان بود، اونجا رفتن اعتراض کردن. 300 نفر هم نبود. مجموعه نیروهایی که تونسته بودن بیان به عنوان آذربایجانچی، به عنوان کسایی که به هر حال حقوقی رو میخوان بیان اونجا، 300 نفر هم نبود. ولی وقتی از یک روند صحبت میکنیم، یهو یک پدیده‌ای میاد، دکتر شهرگانی پیدا میشه، یک پدیده ایجاد میشه. ما 10,000 نفر رو یهو میتونه در تبریز بسیج بکنه، بسیار حرکت قدرتمندی ایجاد میشه. ولی باز هم 10,000 نفر. وقتی قلعه بابک میریم به 100,000 نفر و بعضی‌ها میگن به میلیون‌ها نفر میرسه. من نظرم اینه که به حدود 300,000 نفر تا 400,000 نفر رسید. ولی یک هفته 300,000 نفر در اون کوه‌ها زندگی کردن. و بعد میرسیم به سال 1375، کاریکاتور روزنامه ایران، صدها هزار نفر به خیابان میان. و بعد همینجور الان در هر مسابقه تراکتورسازی نزدیک 100,000 نفر میتونه بره میدان و شعار بده. و به خاطر این هم نمیره که اونجا پول میده، میره اونجا که فوتبال نبینه، میره اونجا که بگه یاشاسن آذربایجان، زنده باد آذربایجان. این رو چرا میگه یاشاسن آذربایجان؟ برای اینکه نمیخواد بگه یاشاسن ایران، راهش رو جدا میکنه. در مجموعه این اگر نگاه بکنید میبینید که هر روز داره حجم حرکت ملی گسترده‌تر میشه. نفوذ و عمق سطحی روزنامه، حرکت ملی گسترده‌تر میشه.
در این حال سطح عمق فکری فعالان حرکت ملی هم عمیق‌تر میشه. یعنی اگر دیروز فقط در این اندازه فکر میکردند، امروز صدها متر عمق فکری. الان فیلسوف داریم، استاد دانشگاه داریم که یک زمانی آرزو بود در حرکت ملی که یک دونه استاد دانشگاه داشته باشیم که در این مسئله حرف بزنیم. الان سرمایه دارانی داریم که روی این مسئله سرمایه گذاری میکنن. الان افرادی داریم که فقط به این زبان می‌نویسند و حرف میزنند. بسیاری از خانم ها افتخار میکنن که به این زبان، در این زبان متولد شدن. از نسلی سخن میگن که نسل من و نسل شما هاست که ما تربیت شده یا دورای پهلوی هستیم یا دوره خامنه‌ای و خمینی. یعنی بخشی از جان و فکر و سلوله های ما اشغال شده توسط این سیستم آموزشی سیاسی و نگرش فلسفی جهانبینی پانفارسیسم. چه بخواهیم چه نخواهیم بخشی از فکر ما، بخشی از سلولهای ما ایرانیه، پانفارسیستیه، برای اینکه اینجوری رنگ خورده، اینجوری تربیت شده، اینجوری این ذهن و حافظه و مخ ما تربیت شده. ولی به یک مقطعی میرسیم با یک پدیده نادری روبرو میشیم. تا دیروز اولا ملت ما بیسواده. ملت ترک آذربایجان جزو بیسوادترین ملل در ایران هست. یکی این از نظر تعداد باسوادان و بیسوادان. دوم این که اگر هم باسواد هستن نمیتونن فارسی رو، یک لیسانس آذربایجانی نمیتونه فارسی رو مثل یک لیسانس فارس بخونه و بفهمه و با اون سرعت هم بخونه، برای اینکه اصلا زبانش نیست. برای اینکه این تا دیپلم و دبیرستان و دانشگاه و همه فقط مشغول یادگیری زبان فارسی بوده. اصلا سیستم آموزشی در ایران سیستم آموزشی نیست، سیستم آموزش زبانه. اصلا این سیستم برای این پایه ریزی شده که فقط زبان فارسی رو از مهد کودک تا دانشگاه زبان فارسی رو یاد بده. حالا در کنارش یک ریاضی هم یاد بگیرن، یک 2 تا 4 تا میشه و از اینها. ولی برآیند این چیز فقط آموزش زبان فارسی. آیا یک فکری تولید شده در دانشگاه‌های ایران؟ نه. چرا؟ برای اینکه اصلا هدف از دانشگاه ایران این نیست که فکری تولید بشه، نقدی وارد بشه، سیستمی ایجاد بشه، فکری تولید بشه. نه. هدف از اینجا اینه که فقط زبان فارسی رشد کنه. فقط همین. فقط اون هم نه از نظر عمق، بلکه از نظر گستره. میخوان سطح نفوذ زبان فارسی در میان مللی که در ایران زندگی میکنن بیشتر بشه. همین. هدف همینه. برای همین از دانشگاه‌های ایران یک فکر نمیاد که مشکل رو حل بکنه. برای همینه که شما می‌بینید نژاد پرستی، شما برای همینه که می‌بینید که پانفارسیسم، پادشاهی دوباره برمیگرده. دیکتاتوریسم میشه فکر غالب در این جامعه و جامعه در یک پاندول حرکت میکنه. در این بره از زمان در بین همه ملل ایران یک جریانی به نام گناس تیوی زاده میشه. در میان حدود 100 رادیو تلویزیون به زبان فارسی که از بودجه خارجی هم بسیار از اینها تغذیه میکنن و در داخل هم خود رژیم برای هر استان 1-2 تا رادیو تلویزیون ساخته. 30 تا 31 تا اگر استان داشته باشیم، هر کدوم یک تلویزیون یک رادیو داشته باشن 62 تا. اگر هر کدوم در تهران هم چند تا رادیو تلویزیون سراسری و فوتبال و خبر و فلان و بهمان داشته باشیم، حدود 100 تا رادیو تلویزیون به زبان فارسی در اصل دارن به این ملل حمله میکردن. یهو یک پدیده‌ای میاد که این معادله رو تغییر میده. این پدیده گناس تیوی هست. گناس تیوی یک تنه در مقابل این صدها رادیو تلویزیونی که در داخل هست، 100 رادیو تلویزیون که از طرف رژیم و پانفارسیسم داره اداره میشه، به اضافه رادیو فردا، رادیو آمریکا، رادیو صدای آمریکا، تلویزیون صدای آمریکا،
عرض به حضورتون اون پارس تیوی، تمامی این تلویزیون های لس آنجلسی و فلان جایی، به اضافه صدای آلمان، صدای بی بی سی رادیو، بی بی سی تلویزیون، بی بی سی صدای آلمان، رادیو سوئیس، رادیو فرانسه، همه اینها در مقابل مجموعه این همه اینها هم در دست پانفارسیسترین نیروهای شوونیست فارس ایران است. یعنی شوونیسترین، فاشیسترین نیروهای فکری سیاسی ایران در این رادیوها تمرکز شدن و اگر هم یکی بی‌طرف میره اونجا باید برسه به این نقطه، وگرنه باید بی‌فرق بشه. نمونهش هم خیلی زیاده، یکیش خود من هستم و دوستان دیگری هم هستن که اگر خواستن میتونن در این مورد تجربه‌هاشون بگن. در دل این مجموعه ها که هزاران کارمند دارن یک صدای به نام جوناس تیوی و این جوناس تیوی میتونه با کمترین امکاناتی که فقط از این مردم میگیره، از این مردمی که فقیرن، تاکسی میرونه در خارج از ایران، نمیدونم راننده تاکسی هست، یک کارگر ساده هست، $10,000 $100,000 شجاعت پسنداز میکنه، آخر ماه به جایی که خرج بچهش بکنه میداد جوناس تیوی از اینجا میاد بیرون. برای اینها هیچ کس نمیگفت که آقا جوناس تیوی بیاد فقط از استقلال حرف بزنه، میگفتن آقا فقط حرف بزنه، به ترکی حرف بزنه، یک صدا داشته باشیم، یه بخشی از مشکل جامعه دیده بشه، کافیه. این تلویزیون تنها تلویزیون ملل غیر فارس در ایران هست. شما میخواید باور بکنید، باور نکنید. ترکمنها تنها جایی که میتونن حرف بزنن، تنها جایی که میتونن حرف بزنن. همین برنامه قبلی یک استاد دانشگاه، یک نویسنده، یک شاعر، یک موسیقیدان ترکمن رو آوردیم در برنامه صحبت کرد. دیدید که اصلا استانی به نام ترکمن صحرا وجود نداره. قبلا اگر اسمش ترکمن صحرا بود، الان این رو در 2 استان تقسیم کردن، استان گلستان، استان خراسان. یک کتاب درسی نداره، یک روزنامه نداره، 1 ساعت برنامه نداره به زبان ترکمنی. این ملت یک صدا داره به نام جوناس تیوی. عرب هایی که در ایران زندگی میکنن و عرب هستن و سرزمینشون عربی تاریخن، 1 ساعت یک تلویزیون، یک رادیو، یک برنامه عربی در اونجا ندارن. تنها جایی که براشون هست جوناس تیویه. ترک های قشقایی با آنکه چند میلیون انسان با شرف ترک هستند ولی بین چندین استان تقسیم شدن و حتی حق برگزاری یک کنسرت موسیقی در شهر خودشون رو ندارن. جوناس تیوی صدای ایناست. همین آذربایجان جنوبی، همین ترک هایی که در مجموعه ایران زندگی میکنن، تنها صدایی که میتونه حرف اینها رو بزنه اینها هست، جوناس تیوی. و تنها صدایی که در ایران بیشترین پارازیت، بیشترین سانسور از نظر فنی ایجاد میشه که صدا نرسه به ایران، نه بی بی سی هست، نه صدای آمریکاست، نه رادیو فرداست، نه صدای آلمانه، نه صدای اون یکی رادیو هاست، تنها جوناس تیوی. برای اینکه آلترناتیوه، برای اینکه حتی رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی و رادیو فردا و رادیو همه اینها هم مخالف جوناس تیوی هستن. و جوناس تیوی یک مجموعه کوچک است که تونسته صدای چند ملت بشه و بتونه عمق شکاف در ایران رو سربسته اگه بگم عمیق‌تر بکنه. Türkçe çivi koyarlar ağaç yararlar, çürüğüne vurarlar yarar, çivi koyarlar orasına, üstten vurarlar ağaçtırırlar bu baştan o başa gider. من نمیدونم این
اسمش تو فارسی چی هست. ولی این چیپ یک مخروطی شکلی از یک حالا ابزاریه. وقتی مثلا میخوان یک چوب رو، یک درخت، تنه درخت رو به چند تکه بکنن، با تبر میزنن، یه ذره این رو خراش میدن وسط، بعد این نوک این اهرم رو میذارن داخل اون، از پشت با چیز میزنن، این وارد اون درخت میشه و شکاف رو بزرگتر میکنه و از هم میپاشونه. حالا گوناز دیوی حکم این چیب رو داره که شکاف رو در ایران زیاد میکنه، از اون طرف اتحاد بین این ملل رو زیاد میکنه. از اون طرف فارس ها خودشون میدونن که چه مشکلی در ایران هست. اگر یه چیزی به نام گوناز دیوی هست که در اونجا صدای مخالفان، استقلال طلبان، فدرالیست ها شنیده میشه، پس یه فکری هست به نام فدرالیست، یه فکری هست به نام استقلال طلب و اینها در عربستان هستند، در ترکمن‌صحرا هستند، در قشقایستان هستند، در لرستان هستند، در بلوچستان هستند، در آذربایجان هستند، در کردستان هستند و صدای اینها رو میشنوید. و خود فارس، عقلای فارس، ما به فاشیستاش کار نداریم، فکر میکنن چرا اینها دارن از ما دور میشن؟ چه چیزی فارس ها در این 100 سال اخیر انجام دادن که باعث گریز از مرکز شده؟ اگر یک زمانی خود ترک ها کمک کردن که حکومتی به نام ایران تأسیس بشه، چرا امروز دارن ازش جدا میکنن و سالهاست دارن ازش جدا میشن و فرار میکنن؟ چرا عرب ها؟ یعنی ایران اگر مجموعی از این ممالک و ملت ها بوده و است، چرا دارن از هم فرار میکنن؟ عقلای این دیالوگ اینو متوجه شده، گوناز دیوی اینو متوجه، اینو تونسته، اینو موفق شده ببره داخل گروه های. بسیاری از بحث هایی که الان در دانشگاه ها، سمینارهایی که برگزار میشه، مراکز علمی، فرزند گوناز دیوی. گوناز دیوی یک نوع روشنفکری آلترناتیو رو در ایران رواج داد که استادان دانشگاه جسارت کردن اومدن میگن آقا تو ایران یک چیزی هست به نام شوونیسم فارس، فاشیسم فارس. اومدن میگن آقا یک دوره‌ای هست به نام قاجار، یک دوره‌ای هست به نام پیشه‌وری، یک دوره‌ای هست به نام شیخ محمد خیابانی، یک دوره‌ای هست به نام شیخ خزعل، یک دوره، یعنی بحث ها رو به طور علمی میخوان در دانشگاه بررسی بکنن و این تخمه هایی هست که گوناز دیوی کاشته، سالهاست کاشته و ایران تلاش میکنه بفهمه تازه. یعنی اگر هم بخواد در دانشگاه ها سمینار بگذاره و برسه به جایی که ما الان هستیم، سالها طول میکشه. برای همین سالها ما جلوتر خواهیم. گوناز دیوی و آذربایجان سالها جلوتر از اون بحث هایی خواهد بود که در دانشگاه ها میخوان تازه راه بندازن و اون حاصل اینه که گوناز دیوی این بحث رو ایجاد کرده. در داخل خود آذربایجان گوناز دیوی هم باعث گسترش حرکت ملی، فکر منافع ملی آذربایجان در سطح، یعنی در تعداد نفرات. الان ما میتونیم از 20 میلیون آذربایجانچی، از 20 میلیون فعال ملی حرف بزنیم. میتونیم حرف بزنیم، ولی 10 سال پیش، 15 سال پیش نمیتونستیم از 1 میلیون آذربایجانچی حرف بزنیم. 1375 76 یا 79 حدود سالهای 1370 بعد دیگه 70 تا 79 80 قلعه بابک مهمترین حرکت ما بود که حدود بگیم 1 میلیون آدم میتونست بیاد. یا بعد اون توهینی که روزنامه ایران کرد، چند میلیون اومدن. ولی الان ما از 20 میلیون، 25 میلیون دختر و پسر، پیر و جوان، نسلی که الان
فقط با جوناس تیوی متولد میشه. من میتونم بگم یک مقطعی از تاریخ ایران بود، جرمی به نام اختری مذهب بود. اختر یک روزنامه بود که در استانبول چاپ میشد و میومد به طور قاچاقی وارد ایران میشد و در ایران خونده میشد، نسخه هاش هم محدود بود. در اون مقطع دادگاه‌هایی تشکیل شدن، انسان‌هایی رو گرفتن اعدام کردن که اسمشون گذاشتن اختری مذهب، یعنی طرفداران روزنامه اختر. الان در ایران یک اتهامی هست به نام جوناس تیوی. برای همین جوناس تیوی، اون دوست ما میگه آقا نمیخوان با جوناس تیوی صحبت بکنن. بله نمیخوان جوناس تیوی صحبت بکنن. اونهایی که به ایران میرن و میان از خارج نمیخوان با جوناس تیوی مصاحبه بکنن، جوناس تیوی هم نمیخواد با اونها مصاحبه بکنه. اونها که داخل ایران هستن ما نمیخوایم متهم بشن به جوناس تیوی مذهبی و متهم بشن. برای همین مدیر این تلویزیون به ما گفته حق ندارید در ایران با کسی مصاحبه بکنید الا اینکه خودش اصرار بکنه، چون میدونیم که بعدش دستگیر میشه. برای همین ما با هیچ کس مصاحبه نمی‌کنیم، نه با عباس لسانی نه با هیچ کسی. ولی همون جناب عباس لسانی میره با رادیو فردا، رادیو صدای آمریکا هم مصاحبه میکنه، ولی با ما مصاحبه نمیکنه و ما باهاش مصاحبه نمیکنیم. نه اینکه باهاش مخالف هستیم، ما مخلصش هم هستیم. نه، ما نمیخواهیم کسی به خاطر مصاحبه با یک آلترناتیوی که هدفهای مشخصی رو در ایران گذاشته و دولت و مخالفان جوناس تیوی در جبهه اونها قرار گرفتند، نمیخواهیم کسی محکوم بشه. برای همین هم نمیخوایم مصاحبه بکنیم. وگرنه من همون انصفالی هدایتی هستم که برای رادیو آمریکا، رادیو فردا از تبریز آدم‌ها رو میآوردم زنده حرف می‌زدن در برنامه و الان هم میتونم. اما این حق رو نداریم، برای اینکه نمیخواهیم کسی در آذربایجان جنوبی در ایران متهم بشه به این که با جوناس تیوی یک ارتباط داره. جوناس تیوی نمیخواد این وبال رو به گردن بگیره و این اوج اخلاقی گرایی حرفه‌ای اخلاقی باور سیاسی مدیریت و پرسنل این تلویزیون هست که نمیخواد برای کسی مشکل ایجاد کنه. ما در این تلویزیون اولین باری که در ایران، در کل رسانه‌های ایرانیایی که امروز در اونجا زندگی میکنن از هر ملتی که بگید، اولین بار بحث لومپن رو به تلویزیون فقط این تلویزیون کشید و اون هم برنامه من کشید و اون هم از جناب طالبی خواهش کردم بیاد رضا طالبی در برنامه در مورد لومپنیسم صحبت بکنیم. ایشون به من گفتن، برای اولین بار در عموم عرض بکنم، ایشون به من گفت آقا من سانسور نمیخوام بشه، گفتم برنامه زنده هست، شما هر حرفی میتونید بزنید. ایشون اومدن به جایی که از لومپنیسم حرف بزنن رفتن به آقای اوبالی حمله کردن. یعنی لومپنیسم یعنی یک عمل لومپنی. مجبور شدیم برنامه رو قطع بکنیم. من بسیار متاسفم این اتفاق افتاد، ولی افتاد. کاش آقای طالبی درک می‌کرد که برنامه لومپن، اصلا این که موضوع لومپن چیه و چجوری پدید میاد و از نظر روانشناسی و جامعه شناسی و سیاسی اینو تحلیل بکنیم، اون وقت جامعه تصمیم بگیره که انصاف علی هدایت لومپن هست یا نه، این رو میذاش به عهده جامعه. یک عمل لومپنی انجام داد، گفت آقا فلان کس لومپنه، از برنامه حذف شد. طبیعتاً باید حذف میشد. ما اونجا نمیخوایم بیایم یک برنامه به این مهمی رو میذاریم برای اینکه این برنامه مطرح نشه. اصلا آدم میاد برنامه رو خراب میکنه، میخواد مثلا حالا نمیخوام بگم که یک فکر، اما ایشون نمیتونه، یعنی خیلی ها نمیتونن، لغت خیلی ساده است بیاد حرف بزنیم با لومپن، اما باید لومپنی عمل نکنیم. اما باید بدونیم که این لومپنیسم به منافع کیه، به ضرر کیه. منافع آذربایجان رو داری خراب میکنی یا منافع فارس رو داری تقویت میکنی؟
لومپن کسیه که فکر نمیکنه که این نقد من، این انتقاد من، این حرکت من چقدر مفیده برای حرکت ملی و چقدر مضره. وقتی نمیتونه فرق بین این دوتا رو بفهمه، لومپن. من هنوز هم به آقای طالبی ارادت دارم، دوستش دارم، جزو دوستان البته یک نوعی شکراب هستیم. از اون برنامه تا حال هیچ ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با هم نداریم، جز در فیسبوک که هر از گاهی یک لایکی برای هم بذاریم یا نذاریم. ولی باید فهمید لومپنیسم چیه. لومپن کسیه که از یک فرصت تاریخی برای روشنگری نمیتونه استفاده بکنه و تبدیلش میکنه به یک سیستمی دیگر. شما میتونستید در مورد فکرتون حرف بزنید، لومپنیسم رو باز بکنید، ملت تشخیص بدن لومپن چیه. نمیتونید. میتونی بگی من نمیام مصاحبه، نمیدونم. آدم میتونه بگه. بسیاری از دوستان ما وقتی میگن آقا جوناس تیوی اونایی که اونجا کار میکنن نمیدونم فلان برنامه خوبه، بعد فلان بهمان هیچ کس گوش نمیکنه. خب اگر اینها رو یک روز بیاریم یک ساعت بگیم حرف بزنیم، نمیتونن، تمومش میکنن. نمیتونن. این دوستان ما در 5 سال اخیر چند تا کتاب خوندن؟ من در هفته گذشته 2 جلد کتاب خوندم. شما در 5 سال گذشته 2 جلد کتاب خوندید؟ من در هفته گذشته بیش از 100 مقاله خوندم، به ترکی و فارسی، به عربی و به انگلیسی. شما چند تا مقاله خوندید در هفته گذشته؟ حرکت ملی جوناس تیوی در حرکت ملی آذربایجان، در حرکت ملی عرب‌ها، در حرکت ملی بلوچ‌ها، در حرکت ملی ترکمن‌ها، در حرکت ملی قشقایی‌ها، در حرکت ملی دیگر ملل، شمالی‌ها، گیلانی‌ها، مازنی‌ها، لورها و بختیاری‌ها که لور اساسی بازی می‌کنه. درسته ما بخشی از سرمایه آذربایجان رو در اختیار این ملل قرار میدیم. جوناس تیوی یعنی قرار میده. برای چی؟ برای اینکه ما به تنهایی نمیتوانیم همه ایران رو نجات بدیم و حق هم نداریم. ما باید فکر منافع ملی رو در میان فارس، در میان ترک، در میان عرب، بلوچ، ترکمن، قشقایی و همه کسایی، همه مللی که در ایران هستن بیدار بکنیم تا منافع ملی با هم بجنگند، تا بتونن با هم به یک دیالوگ برسن ایران باید چی بشه. و اون وقت به این هفته گذشته به این نقطه رسیدیم که آقا ما سیستم همکاری نداریم. اتحاد گذاشته بودیم اسم برنامه رو، آقای بنیتورو به درستی گفتن که آقا اتحاد نمیشه، باید همکاری گذاشت. به درستی گفتن، قبولم کردیم، برنامه رو شروع کردیم رفت. ما باید گام به گام بتونیم منافع ملیمون رو از طریق دشمن من دوست منه، حداقل دشمن من نیست، بیایم اینها رو بکشونیم به هم، سینرژی ایجاد بکنیم از مجموع سینرژی عرب و کرد و بلوچ و لور و بختیاری و قشقایی و ترکمن و گیلکی و مازنی و بخشی از اپوزیسیون فارس و بخشی از داخل فارس ها یک سینرژی بسازیم و در راستای اهداف ملی.
شما کجای این برنامه هستید؟ کجای این استراتژی هستید؟ اصلا میتونید این استراتژی رو درک بکنید؟ اصلا به این استراتژی فکر کردید؟ اون وقتی میاد، من گفتم از یک نسلی الان من صحبت میکنم که نسل جوناس تیویه. من به این اعتقاد دارم. من به این اعتقاد دارم. نه اینکه تو جوناس تیوی کار میکنم. جوناس تیوی امروز منو بذاره کنار، من میرم کنار و بهش احترام میذارم، باشم همکاری میکنم دوباره. برای اینکه تنها صداییه که مادر من، مادر شما، پدر شما، پدر من، عموی من، فامیل ما، همشهری ما، همروستایی ما که نمیتونه یک کلمه فارسی بخونه یا نمیتونه یک کلمه ترکی رو بخونه و امکان و تکنولوژی و پول و سرمایه لازم رو نداره و فلفل شکن لازم رو نداره بیاد تو اینترنت مقاله شما رو بخونه و من رو بخونه، تلویزیون جوناس تیوی میره خونه اونها، روزی 24 ساعت در خونه اونهاست، با اونها زندگی میکنه. و شما چرا این همه دقیقاً همصدای با رژیم هر کسی که با جوناس تیوی مخالفت میکنه منظورم هست؟ بعضی از مخالفت ها منطقیه، کاری نداریم، ولی 90% جوناس تیوی ها دقیقاً همون ایراداتیه که دولت ایران میخواد وارد بکنه به جو. آقا شما بیننده ندارید، شنونده ندارید، فلان ندارید و بهمان ندارید. 2-3 سال پیش خود من در جوناس تیوی با اجازه مدیریت تلویزیون یک برنامه ایجاد کردم، یک بحثی رو ایجاد کردم که یک نوع مسابقه بذاریم داخل اینکه کی بهترین خونه رو در آذربایجان میسازه و برگردید به آذربایجان و برید خونه بسازید. در قره‌باغ آذربایجان الان در عرض 3 سال گذشته بیش از 25,000 ویلا ساخته شد در 3 سال گذشته. در روستای من که 2 تا خانواده به علت فقر نمیتونستن به شهر کوچ بکنن مونده بودن، در روستای من الان 60 تا ویلا ساخته شده. 4 تا ویلا همین امروز دارن میسازن. تا آخر این سال حداقل 16 ویلا ساخته خواهد شد. این رو شما نساختید. شما یک مقاله اقتصادی نشون بدید که در مورد آذربایجان کار کردید. یک مقاله اقتصادی. این جوناس تیوی بود که حداقل در مورد دریاچه ارومیه بزرگترین حرکت رو انجام داد. از نظر اقتصادی فکر این که ما میتونیم از سرمایه بین الملل استفاده بکنیم، از ترکیه استفاده بکنیم بیاریم اینجا، این که جوناس دریاچه ارومیه رو به مدت 50 سال اجاره بدیم به خارجی ها که بیان اینجا رو بازسازی بکنن، سرمایه گذاری بکنن اینجا، پول ایجاد بکنن، میلیاردها دلار سرمایه بیاد اینجا. برای اولین بار در جوناس تیوی شد. برای اولین بار به شورای شهرها رفت این فکر. برای اولین بار از طریق جوناس تیوی بود که نمایندگان شما با فکر آذربایجان آشنا شدن. هر فکری که الان در جوناس تیوی مطرح میشه در مجلس ایران، در دانشگاه ایران، در مدارس ایران، در کوچه های ایران، در خانه های ایران مطرح میشه. شما چطور میتونید با این تلویزیون به این چیز مخالفت بکنید و مخالفت منطقی نیست؟ کاش منطقی بود. اگر منطقی بود ما دستتون رو میبوسیم. بعضی از ایرادات منطقی هست، البته نمیگم همش نیست، ولی 90% مغرضانه است. 90% مغرضانه است. چرا من اونجا نیستم؟ یک مقداری از علت اینه. چرا فلانی هست من نیستم؟ یکی اینه. یکی اینه که چرا صدای اونها میرسه به همه جا، صدای ما نمیرسه. آقا جان ببینید، جوناس تیوی یک تلویزیون تیوی هست، جوناس تیوی هست، یک وبسایت جوناس تیوی هست، یک مدیر جوناس تیوی هست، یک کارکنان جوناس تیوی هست، یک برنامه‌های جوناس تیوی هست. یعنی 10 برنامه در این تلویزیون تولید میشه. شما کدوم رو نقد میکنید؟
اگر گوش نمی کنید چرا میایید نقد میکنید؟ اصلا حق نقد داری؟ تو وقتی یک کتابی رو نخوندی، وقتی یک برنامه رو گوش نکردی، وقتی پای یک برنامه ننشستی، وقتی نمیدونی این برنامه دنبال چه هدف استراتژیکی هست، از چه تاکتیکایی داره استفاده میکنه، شما چرا اینو نقد میکنید؟ اصلا میتونید نقد بکنید؟ حق نقد دارید؟ صلاحیت نقد دارید؟ وقتی شما اصلا نمیدونید یک تلویزیون، یک برنامه تلویزیونی چه مراحلی رو طی میکنه تولید بشه، چرا میخواید نقدش بکنید؟ دوست من، تلویزیون یوناس تیوی برای خارج از ایران تولید نمیشه. برای تولید نمیشه که شما در ترکیه یا در آمریکا یا در کانادا یا در اروپا بشنوید یا در روسیه. این تلویزیون برای داخل ایرانه، با اهداف مشخصی برای اونجا. شما فیلتر ندارید، پارازیت هم ندارید، میتونید همه رادیوهای دنیا رو ببینید. شما تو ترکیه زندگی میکنید، تو آذربایجان زندگی میکنید، تو کانادا، تو لندن، تو اروپا، هر جای اروپا یا هر جای روسیه زندگی میکنید، دسترسی به اینترنت آزاد دارید، میتونید اخبار رو، آخرین اخبار رو بشنوید، آخرین تحلیل‌ها رو بشنوید. ما برای شما برنامه تولید نمی‌کنیم. وبلاگ من برای شما تولید میشه. برای همین تعداد خوانندگان وبلاگ من کمه. یوناس تیوی، وبسایت یوناس تیوی برای داخل ایران تولید نمیشه در اصل، چون که ما میدونیم اونجا این فیلتره. وبلاگ من هم در داخل ایران فیلتره. برنامه فلان دوستمون هم بعضی از برنامه‌های فلان دوستها فیلتر هست، بعضی نیست. ولی بینندگان این برنامه در بیرونه، بعضی از برنامه‌ها در بیرونه، یعنی دوستانی که برنامه تهیه میکنن، در داخل نیست. در داخل خیلی کمه. در ثانی ببینید آقا، هر چیزی یک علمی داره، باید بر اساس یک علم و دانشی حرف بزنیم. نمیشه که همینجوری بر اساس دل بخواه من، چون من مخالفم، چون من اینجوری فکر میکنم درسته. و در تلویزیون یوناس تیوی ما فکر نمی کنیم که درست و 100% درست فکر میکنیم. ما فکر میکنیم که ما هم یه بخشی از فکر این جامعه هستیم، افکار دیگری هم هست که باید مردم اینها رو هم کنار ما بشناسن. دکتر چهرهگانی یک بخشی از این جریان، فلان حزب یک مخرج زنانه. ما بعضی از احزاب و جریان ها رو باهاش موافق نیستیم طبیعتا، چون من که جزء حزبی نیستم، این دادتون باشه. من جزء هیچ حزبی نیستم، نه جزء حزبی هستم که مدیر این تلویزیون بانی و بانیش هست، نه جزء هیچ حزب دیگری. من تو این تلویزیون مستقلم. بسیاری از کسایی که در این تلویزیون کار میکنن جزء حزب نیستن، اینم یادتون باشه. پس تلویزیون در انحصار حزب نیست، در انحصار افرادی هستش که بک‌گراند تربیتی، خانوادگی، آموزشی، تاریخی، دینی، سیاسی، اجتماعی متفاوتی دارن، از سوسیالیسم و کمونیسم گرفته تا دینی، از بازار آزاد گرفته تا بازار کنترلی. مجموعه اینهایی که در یوناس تیوی و هیچ سانسوری هم براشون وجود نداره. و جالب اینه که من به عنوان یک شاهد زنده میتونم بگم که در 2 ماه گذشته با احمد عبالی به عنوان مدیر تلویزیون 1 دقیقه صحبت نکرد. نه میدونه در مورد چه برنامه‌ای میخوام بسازم، نه میدونه کیا رو میخوام برنامه بیارم، و نه میگه که آقا اصلا فلانی رو به برنامه بیار یا نیار. اما یک مسئله هست، ما سیاست تصمیم اینه 2 آذربایجانی رو نباید در مقابل هم قرار بدیم در تلویزیون. نباید این فکر تفهیم بشه که آذربایجانی‌ها با هم دشمنن. این استراتژی است. ما آقای فلان کس رو نمیتونیم به برنامه بیاریم، برای اینکه نمیخواهیم به جامعه خارج از آذربایجان بگیم که آقا ما در داخل یه بحثایی داریم که نباید مطرح بشه اما مطرح میشه. ولی از دوستان بسیار زیادی که من صدها ایمیل دارم، از دوستانی که در ترکیه هستن و ظاهرا از یوناس تیوی گهرن، 10 بار خواستم که بیا تو برنامه من حرفاتو بزن.
در اروپا هستن، در کانادا هستن، در اینور هستن، در اونور هستن. نه، ما یه چیزی نداریم که فلان کس نیاد تو برنامه. من همین الان اینجا اعلام میکنم، با مدیر تلویزیون هم هیچ تماسی میگم در 2 ماه گذشته نداشتم. هر کس میخواد در این تلویزیون حرفی برای گفتن داره، به شرط اینکه لومپن بازی در نیاره، توهین نکنه، منطقی باشه، و به شرط اینکه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، هر چیز آذربایجان و ایران بپردازه، میتونه بیاد در این برنامه‌ها حضور داشته باشه. هر کس. ما اینقدر لارج هستیم که پهلوی ها رو هم میاریم، اینقدر لارج هستیم که مخالفان احزاب مخالف خودمون رو هم بیاریم. کافیه که اراده بکنن که بیاد. من نمیخوام اینجا بگم، ولی من یکی از بهترین دوستام کسایی هستش که با مخالفان حزب جوناس تیوی، یعنی اونایی، ببخشید اصلا جوناس تیوی حزب نیست، جوناس تیوی یک سیستم تلویزیونی هستش، اما رهبری این تلویزیون یه حزبی داشتند که بعضی از احزاب مخالفون هستن. ما اونها رو هم حاضریم، یعنی اونها رو من نشست برخواست دارم ازشون، میخوام میگن ما نمیایم، نه اینکه جوناس تیوی نمیذاره. من دعوت کردم ولی اونا میگن ما نمیایم. هر وقت هر حزبی تماس بگیره بگه من حاضرم که با من تماس بگیرن، من با مدیر تلویزیون صحبت میکنم، خواهش میکنم ایشون میاد تو برنامه من صحبت میکنه، اگر مشکلی هست من حل میکنم. میگم پس ما مشکلی بابت اینکه کسی بیاد در این تلویزیون در راستای منافع ملی آذربایجان حرف بزنه نداریم. اما اگر کسی بیاد بخواد منافع ملی آذربایجان رو از جمله اتحاد آذربایجان و ترک‌ها رو به هم بزنه، نمیذاریم. این هم هست. ما نمیخوایم بگیم در آذربایجان در میان ترک یک فکر است و اون هم فکر جوناس تیوی. نه، این حرف رو نمیزنیم. برای همین هست از طیف‌های مختلف دعوت میکنیم بیاین اونجا دو چهره کنیم. یه مدتی ما براشون انتقاد داشتیم، ایشون برای جوناس تیوی انتقاد داشت، جوناس تیوی برای ایشون انتقاد داشت، بعدش هم دوستی دوباره، چون ما دشمن نیستیم، ما نهایتش برای اینه که منتقد حرف هستیم. اومدن تو برنامه شرکت کردن، خیلی متشکریم که دارن تو برنامه شرکت. من شخصا خیلی خوشحالم. از اون طرف ما یه برنامه‌ای داریم در کنار دیالوگ به نام düşünceler میدانی، میدانهای فهم و اندیشه. ما میخواهیم اینجا رو به دیالوگ در میان ترک‌ها بدل بکنیم. بیاید شرکت بکنیم، خیلی خوشحال میشم. ما موضوع رو یک هفته قبل به شما میگیم ما در این باره میخوایم حرف بزنیم، نمیگیم چیزی بگید، یعنی ما به شما هیچی نمیگیم که فکرمون رو غالب بکنیم به شما، تلقین بکنیم شما. موضوع رو میگیم، موضوع ما اینه، میخوای شرکت بکنیم. روش شناسی حمله به حرکت ملی آذربایجان، این موضوع حرکت مثلا ماست. این رو میگیم آقا این روش شناسی میخوایم بکنیم، نمیخوایم بگیم فلانی چه جوری رفتار میکنه. روش شناسی علمی، آیا توانایی علمیشو داری، تجربیشو داری که بیای حرف بزنی؟ بیا حرف بزن، بیا دیالوگ بکنیم با هم داخل جریان، داخل حرکت ملی جریان دیالوگ بکنیم. düşünceler میدان. اگه شما یه düşünce داری، یه فهم اندیشه داری، بیا حرف تو بزن. چه کسی جلوی شما رو میگیره؟ اول بیا ببین اصلا جلوتو نمیذارم، بعد بگو که جلوی منو گرفتن نذاشتم بیام اون تلویزیون حرف بزنم. آخه تو قهر کردی نمیخوای بیای، من چیکار کنم؟ دوم که ببین دوست من، کار علمی اینه تو دنیا برای اینکه یک نفوذ یک رسانه رو اندازه بگیرن، یک سیستم علمی ایجاد شده به نام statistical sampling، نمونه‌گیری آماری برای
تخمین این که رادیو تلویزیون چقدر در یک جامعه بیننده داره، یک برنامه مشخص چقدر در یک جامعه ایجاد داره، نفوذ داره، این رو فقط در چند کشور امکان پذیره. در کشورهایی که تلویزیون آزاد ندارن، یعنی تلویزیون کابلی هست، ملت پول میدن، شرکت‌های به خصوصی دستگاه‌هایی رو میبرن داخل تلویزیون، خونه ها نصب میکنن به تلویزیون. این دستگاه‌ها مثل رسیورهای ماهواره است که در ایران ازش استفاده میشه یا در ترکیه ازش استفاده میشه. در ترکیه هم اخیراً تلویزیون‌های کابلی خیلی رواج پیدا کرده، من هم یه مدتی استفاده کردم. این ریسیوری که شما برای تلویزیون وصل میکنید، برنامه‌هایی رو که شما کانال رو چرخوندید دیدید، برای 1 دقیقه، برای نیم دقیقه، برای 10 ساعت، هر چه ساعت مدتی، این رو هر روز 24 ساعت وقتی میخواید بخوابید که اینو خاموش میکنید، این رو پالس میفرسته به مرکز و میگه که امروز در این خانواده تلویزیون این مدت ساعت باز بود، این کانال ها رو دیدن، این ساعت ها این برنامه ها رو دیدن. از این طریق اینها میفهمن در کانادا، در آمریکا، در بعضی از کشورهای اروپایی، در بخشی از ترکیه میفهمن که در ساعت فلان در کانال فلان چه برنامه‌ای جریان داشت و چند ثانیه این برنامه رو دیدن. این برنامه مشخص چه برنامه‌ای هست، این خانواده چه تیپ آدمایی هستن. یه شناخت بسیار گستره‌ای از مصرف کننده برنامه‌های رادیو تلویزیونی پیدا می‌کنن که اگه کارتون باز بوده، برنامه کودک بوده، قاعدتاً مثلا پدر و مادر زیاد علاقه‌مند نیست. نه اینکه من خودم مثلا الان کارتون خیلی دوست دارم، خیلی من کارتون نگاه می‌کنم، ولی اون تلویزیون منو به عنوان کارتون نگاه نمی‌کنه، بچه رو. یک برنامه خبری اگر گوش میدن، مشخصه که این مال بچه نیست، مال اینه. اگه یه برنامه آشپزی خیلی بالاست، مشخصه که خانم ها تو خونه هستن، مثلا آقایون معمولا سر کارن. مثلا این یک سیستمیه و در آمریکا میدونید اصلا آمریکا و کانادا کانال آزادی که شما بتونید بگیرید از طریق اینترنت خیلی کم هست، شاید 5 تا، و معمولا چون اینها هم از نظر کیفیت خیلی پایینه، کسی اینها رو همه میرن از طریق کانال های ماهی $30 $40 $50 $100 میدن، چند تا کانال مورد نیازشون رو برای خبر و فلان و فلان میگیرن، دستگاه میارن میذارن اینها. حالا اینها وقتی میخوان اندازه بگیرن، بر اساس میگن آقا این برنامه اینقدر نفوذ داشته. در ایران هر آماری که رادیو BBC، رادیو آمریکا، رادیو فردا، رادیو هر کدوم خود ایران بگن که آقا اینقدر تماشاچی داریم، اینقدر بیننده، اینقدر شنونده داریم، دروغ میگن. برای اینکه هیچ امکان علمی نداره که شما بدونید چقدر آدم گوش میکنن. شما برید بپرسید، میگه آقا من BBC نگاه نمیکنم، من رادیو اصلا با جوناس تیوی مخالفم. اینو میگه برای اینکه میترسه مجازات بشه، چون که اونجا اگه بگه من مثلا رادیو جوناس تیوی رو دارم نگاه میکنم، میره زندان. میگه اصلا من نمیخوام این حرفو بزنم که برم زندان، سرم درد نمیکنه که دستمال ببندم. پس شما بر چه اساسی ادعا میکنید که در ایران جوناس تیوی دیده نمیشه؟ من بر اساس و عکس العملی که میبینم میگم که آقا میبینم. مثلا در مورد قضیه زلزله، در زلزله قره‌داغ، در مورد دریاچه ارومیه، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد مسائل قشقایی ها، ما متوجه شدیم به محض اینکه مسئله قشقایی که اونجا یک تئاتر رو اجازه نمیدادن، به محض اینکه این برنامه رو آنتن رفت، فرداش مشکل حل شد. متوجه شدیم که حتی رژیم هم گوش میکنه، چه بمونه به مردم. وقتی در روستاهای آذربایجان ما از طریق دوستان و فعالان میشنویم که در فلان روستا فلان مسئله هست، یا به ما عکسشون میفرستن یا فلان مثلا، این یعنی اینکه جوناس تیوی چه تماشاچی داره است. جوناس تیوی تنها، ببینید در جامعه‌ای که تغییرات ایجاد میشه، این تغییرات باید یک سببی داشته باشه. این سبب وقتی نوشته شما رو نمیخونن و وقتی نمیتونن بیان به خاطر فیلتر و اینا بیان خارج از ایران مسائل رو ببینن، یعنی مسائل شما که می‌نویسید و حرف می‌زنید اینها رو ببینن، طبیعتاً باید یه جایی بشه. این تنها چیزی که جوناس داره.
شما با این عمق کیوناز چرا مخالفت میکنید؟ چرا در کنارش نمیشینید که قدرت تحلیلتون رو، تفسیرتون رو، نگرشتون رو، فکرتون رو، اندیشتون رو با کیوناز مچ بکنید، یکی بکنید، در کنار کیوناز باشید، به کیوناز و کیوناز به شما به کیوناز به هم قدرت بدیم، بتونیم جامعه رو بیشتر جلو ببریم. چرا میخواید ترمز این حرکت بشید؟ چقدر از حالا به اندازه که شما صحبت کرده بودید 1 ساعت و 10 دقیقه رو خوردیم، من الان 15 دقیقه صحبت کردم، فقط رسیدم به اینجا که آقا بگم خیلی از چیزها مونده. لطفاً نقد بکنید، خواهش میکنم نقد بکنید، عصبی هم نباشید، ولی وقتی یک مقاله رو میخونید، یک برنامه رو میبینید، اول ببینید، اول بخونید. من در فیسبوک هم بعضی وقتا یه مقاله رو میذارم که نخوندم، بعضی وقتا مثلا جز اونها در 3 ماه گذشته 2 تا مقاله گذاشتم که نخوندم و مجبور شدم یکیشو دیلیت بکنم، یکیشم دیشب گذاشتم بخونم، متاسفانه خیلی دیر شد نتونستم بخونم قاف‌هایی که فردوسی داده. ولی من می نویسم، اگر یک نوشته رو شیر میکنم حتما خواندم، در موردش هم فکر کردم، یه اندیشه دربارش دارم، یه استراتژی بوده، حتما این یک پارچه از اون بوده، یه تاکتیکی از اون بوده، یه مخری از یک سلولی از اون استراتژی هست. شما یه استراتژی طراحی بکنید برای آذربایجان. دوست من، هر کدوم شما، هر کدوم انسان ها، شما یک اگه ایرانی هستید، پان ایرانیست هستید، یک استراتژی برای ایران طراحی بکنید. بگید آقا این ملل چرا دارن از فارس و فارسیسم دور میشن؟ ما چی کار بکنیم که اینها دور نشن؟ همونطور این کارو ما میکنیم. چرا آذربایجان باید حرکتش یگانه نباشه، سرعت نگیره، نفوذش بیشتر نشه؟ شما هم همین کارو بکنید. شما اون وقت میگید همین پان ایرانیستا خب خیلی هم خوبه، بیان آقا بشینن بگن آقا چرا ایران داره به سمت تجزیه به چند کشور مستقل میره؟ راه حلش چیه که از این جلوگیری بکنید؟ اینه که بهترین این سوالهای من بوده، بیشترین سوالی که پرسیدم از اینه که آقا ببینید آقا ما چیکار بکنیم ایران تجزیه نشه؟ اینها چی میخوان؟ ما اینا رو بهشون بدیم تجزیه نشن. شما منافع این که ایران تجزیه بشه برای شما بیشتره یا منافع این که حقوقشون رو بدید بیشتره؟ خب این فکر رو جوناس دیوی دیالوگ داره ایجاد میکنه، این بحث رو میذاره به دیالوگ، این بحث رو مطرح میکنه. خب ممکنه که در یک زمان کوتاه پان ایرانیست در مقابل این سوال، پان فارسیست در مقابل این سوال مقاومت بکنه. طبیعتاً مقاومت خواهد کرد، چون اون نمیخواد این فریاد رو بشنوه که نه تو آذربایجان و بلوچستان و عربستان و ترکمن صحرا و جیلان و مازندران و لرستان و بختیاری و الاهواز و اینا حرکتی، کردستان اینا حرکتی هست که از پان فارسیسم و پان ایرانیسم جدا شده، داره به مرکز میره و داره عملا تجزیه ایران در افکار و اندیشه ها و احساسات رخ داده. عملا وقتی به فارس ها در تهران فارس ها توهین میکنن به ترک ها، عملا بین فارس و ترک تجزیه روانی و سیاسی و احساسی و ملی رخ داده. از نظر سیاسی باید مرز کشیده بشه، از نظر سیاسی باید بگه آقا برو اینجا یک کشور، اونجا کشور. اینها رو باید اولش مقاومت کنه، نمیخواد بپذیره. خب تعصب 100 سال سر برای این کار کرده، نمیتونه بپذیره که 100 سال تلاشش به درک رفته، 100 سال این همه رشته کردن همه پنبه شده. اولش مقاومت میکنه، 10 روز 20 روز 1 سال بعد میرسه به اینکه مثل رژیم ایران
الان سمینار میذاره روی تمامی موضوعاتی که کیوناس تیوی مطرح کرده، سمینار میذاره. 2 سال پیش مطرح کرده، 3 سال پیش مطرح کرده، الان سمینار میذاره. خب من تو این برنامه چیزهایی که در الان ایران هم فیلتر کردیم یه زیاد جدی نشده، این تلگرام، من در اینجا استادان دانشگاه ایران رو دارم، بسیاری از استادان دانشگاه ایران رو دارم، بسیاری از دانشگاه ها رو دارم، سمینارهایی که میذارن رو میبینم، سخنرانی‌هایی که میذارن رو گوش میکنم. وظیفه‌م اینه، کارم اینه، برای اینکه باید بفهمم اونجا چی میگذره که بتونم تو برنامه حرف بزنم. من که تو ماشین تولید کننده نیستم که باید از هر ماشین تولید کننده باید یک تغذیه از یه جایی یه مواد اولیه وارد بشه که این بتونه اینو پروسس بکنه به یه چیز دیگه تبدیل بکنه. من هم باید از یه جایی اینها رو بگیرم. من که چشمه نیستم که آب همینجوری دانش از این، نه خیر، من باید برم مطالعه کنم، زحمت بکشم، بخونم. شما هم همینطور باید نقد بکنید، باید استراتژی داشته باشید، باید در استراتژیتون ببینید که کیوناس تیوی در کجای استراتژی شماست. آقای کاظم‌زاده در کجای استراتژی منه؟ حتی اگر آقای کاظم‌زاده انصاف علی رو به عنوان سرباز استراتژی خودش ببینه، آیا این درسته که به سرباز خودش حمله بکنه؟ آدم که نمیاد سرباز خودش خراب بکنه که به دشمن غلبه بکنه. دوست من چجوری فارسی صحبت میکنم، زنونه صحبت، خیلی هم جالبه. من برعکس شما خیلی هم دوست دارم مثل زنانه صحبت بکنم، هیچ مشکلی هم ندارم. من لهجه فارسی زنانه هم باشه خیلی خوشحالم. این نقد نیست، این لومپنیسمه. به این خودتون نازل نکنید. سعدی فارسه ولی گفته تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. بعضی وقت حرف نزنید، بذارید که مردم فکر کنن شما چیزی تو چنده. ولی اگر هدایت رو یک سرباز این شطرنج سیاسی در ایران میبینید، اگر یک سرباز شطرنج فکری در ایران میبینید، این سرباز رو فدا نکنید، بذارید براتون بجنگه. خودتون با شمشیر گردنشو نزنید، بذارید براتون بجنگه. اگر کیوناس تیوی یک سرباز در راه منافع ملی، باش نجنگید، بذارید بجنگه براتون. استراتژی ندارید، برای همین با کیوناس تیوی مخالفت میکنید. هر کسی با کیوناس تیوی مبارزه میکنه یا یه حرکتی در آذربایجان داره میره، هر کسی با اون مبارزه میکنه، ولی اون حرکت در راستای منافع ملی آذربایجان باشه. ما اینجا در کیوناس تیوی یا در جاهای دیگه ننشستیم بگیم ما هر کسی تو آذربایجان هر حرفی میزنه ما قبوله. نه، بسیاری از اینها به اسم آذربایجان حرف میزنه برای اینکه آذربایجان رو، حرکت آذربایجان رو تضعیف کنن. میاد میگه آقا احزاب نگاه کنید ببینید چجوری ما رو حالا من یه فقط یه استراتژیشو کوچولو میگم در از 2 دقیقه، برای اینکه آذربایجان رو تحریک بکنن، از زبان رژیم حرف بزنن، ولی از زبان رژیم نمیخواد از طرف خودش استاندار و فرماندار و امام جمعه حرف بزنن، میاد از زبان پرسنلی که داره در میان حرکت ملی نفوذ داده و به اسم حرکت ملی دارن حرکت میکنن، حتی خیلی چی میگن، خیلی دو آتشه تر و شیشلولتر از انصاف علی هدایت هم حرف میزنن. اینا میگن آقا احزاب آذربایجان که فلان نیست، 2 تا حزب خانوادگی فامیلی حزب دوستانه است، اینا عضو ندارن. این فکر میکنید در این استراتژیش این نیستش که احزاب آذربایجان رو تضعیف بکنه، زیر سوال ببره تواناییشون رو، تا بتونه بگه که در آذربایجان حرکت جدی وجود نداره. حالا بعضی وقتا ما در تلویزیون کیوناس تیوی هم به طور این افرادی میفتیم که ظاهراً
در حرکت ملی فعالن، این استراتژی رو بدون که بدونن یا ندونن پی میبرن و اونها رو به ما منتقل میکنن و اونقدر به ما استرس فشار میارن که ما مجبور بشیم موضع گیری بکنیم. وقتی موضع گیری میکنیم یهو متوجه میشیم که ما در استراتژی دشمن قرار داریم. یعنی بعضی وقتا خول میدن ما رو به طرف، چون ما بهشون اعتماد داریم، فکر میکنیم حرکت ملی هستن و در داخل حرکت ملی هستن، ولی فهم درستی از منافع حرکت ملی نداشتن، ما رو در مقابل یه حرکتی قرار میدن که نخواسته با یه حرکتی در حرکت ملی، با یه جریانی در حرکت ملی مخالفت کرد. متاسفانه این اتفاق میفته گاهی وقتا. انصافا هدایت هم آدم هست، منابعش محدوده، چون منابعش محدوده اشتباه هم میکنه. ما یک سیستم اطلاعات امنیتی نداریم که برای ما آنالیز بکنه، همه چیز رو بیاره بده بگیم که اوکی الان در جامعه چی میگذره. ما با یه افراد بسیار محدودی در حرکت ملی، اگر حرکت ملی 20 میلیون 25 میلیون عضو داره، ما فقط با بگیم که 2000 تا 2500 نفر 5000 نفر 10000 نفر در ارتباط هستیم. ما که با همه دیگه در ارتباط نیستیم. بسیاری از اینها هم با ما مخالفن، بعضی از اینها هم ما با اینها مخالفیم، چون که حرکتشون رو در راستای حرکت ملی آذربایجان می‌بینیم، در راستای استراتژی اصلی آذربایجان می‌بینیم. برای اینکه اینها می‌بینیم دارن حرکت آذربایجان رو تحریک می‌کنن، میاد به احزاب حمله می‌کنن. یک بار آقا نه ما با این حزب مخالف نیستیم، حزب اون یکی حزب رو می‌زنه، بعدش اون یکی حزب رو می‌زنه، این رو با این باش، یعنی در حقیقت با همه مخالفت می‌کنن. میگه آقا من با جوناس تیوی مخالف نیستم، اما جوناس تیوی علاوه بر است، جوناس تیوی تنها صدای آذربایجان است، بله خیلی مهمه، اما میاد میزنه، باید از بین بره. این ببینید استراتژی شما با تاکتیکتون نمیخوره. استراتژی شما یا حذف جوناس تیوی یا حذف احزاب آذربایجانی هست یا فعالیتتون کدومه؟ شما نمیتونید بیاید از جوناس تیوی حمله بکنید به احزاب حمله بکنید، نمیتونید به یک حزب از یک حزب دفاع بکنید به بقیه احزاب حمله بکنید، یا از احزاب حمله دفاع بکنید به جوناس تیوی حمله بکنید، به یک جمعیت از یک جمعیت دفاع بکنید به بقیه حمله بکنید. نمیتونید. این نیست، این دشمنیه. این دشمنیه. آقایون گرگوین ببخشید آقا چوز گره چوز قızıl öküz bunların جریان var. یعنی شما میایید میگید آقا تو سیدی امامه داری فلان داری، آقا تو چی کار داری؟ بذار این دوتا رو گرگ میخوره دیگه. نه، ما اون قصه رو نباید بریم. اگر شما تو این قصه هستید اشتباه کردید. استراتژیتون اشتباه. استراتژیتون رو تغییر بدید. تاکتیکتون رو تغییر بدید. حرکت ملی رو براتون یه استراتژی بریزید، بگید آقا من میخوام برای این آذربایجان چه اتفاق بیفته، جوناس تیوی اینجا چی کار میتونه بکنه، انصفالی چی کار میتونه بکنه، فلان حزب چی کار میتونه بکنه، بهمان حزب چی کار میتونه بکنه. اون وقت بگید که اوکی من میخوام اینها رو حذف بکنم از حرکت ملی یا از مقابل خودم، یا میخوام از اینها در راستای حرکت کلان فکری که دارم، استراتژیکی که دارم ازشون استفاده کنم. آدم زرنگ سیاسی کسی که بتونه از دشمنش هم در راستای اهداف سیاسی و استراتژیک استفاده کنه. اگر شما قهر میکنید، اگر شما فکر میکنید با زدن یک برنامه، یک فکر، یک فلان میتونید یک کار بزرگی پیش ببرید، بفرمایید. نه، جامعه رو نقدتون درست یک کاری میکنه، نه اینکه نقدی که کردید به هر حال یه نقدی بوده، من هم یه برنامه ببخشید الان 1.5 ساعت ساختم براتون، حالا اینو ممکنه یه عده گوش بکنه یه عده گوش نکنن، ولی به هر حال اینم یه برنامه‌ای است در مقابل شبهاتی که شما ایجاد کردید. فکر کردید شبهه است، به نظر من شبهه نبود. من اگه بخوام در مورد مطالب شما علمی صحبت بکنم، باور بکنید، یا حداقل شبه علمی و ایدئولوژیک صحبت بکنم، باور بکنید که میتونم 10 ساعت در مورد اینکه شما اشتباه میکنید حرف بزنم. ولی با اینکه اشتباه میکنید ما شما رو دوست داریم. شما بخشی از حرکت آذربایجان هستید، بخشی از حرکت ملی هستید، افکار شما رو به رسمیت میشناسید، دست دوستی به سوی شما دراز میکنیم، دست همکاری به سوی شما دراز میکنیم. بیایید دست به دست هم بدیم، حرکت ملی رو گسترش بدیم. بیایید کاری نکنیم که دشمن میخواد اون کار رو بکنیم، ما هم کار رو بکنیم. اگر من
بیام با آقای ایکس در هر جایی کره زمین که برای آذربایجان یه کاری میکنه مخالفت میکنم، دقیقا اون کاری رو میکنم که رژیم میخواست انجام بده، من انجام بدم. یعنی من بدون که حقوق بگیرم رفتم مأمور اطلاعات شدم. ما از همه دوستان میخوام شما میتونید انتقادتون رو بفرستید یا به من زنگ بزنید حرف بزنید، مشکلی نداریم. میتونستید ترکی حرف بزنید، کسی که نفهمه، فارسی حداقل نفهمه. میتونید. به هر حال متشکرم، خیلی سپاسگزارم. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. موفق باشید. به امید دیدار.